این هفته خبر تو خبر داره براتون از اوضاع قمر در عقرب نظام و شیخ فری که رفت سفر استانی تا اول بگه تو این مدت هیچ غلطی نکردم. در سفر قبل در این استان من بیش از 900 میلیارد تومان طرح و پروژه رو قول دادم به مردم. البته در سال 95 96 هم من خدمت مردم استان رسیدم، ولی این وعده ها مال سال 95 بود. قرار ما این بود که تا پایان 96 این طرح‌ها رو تمام کنیم. ما متاسفانه از قول ما در سفر قبلی عقب هستیم و بعد هم دوباره وعده های آبکی بده و همه رو سر کار بذاره. اما برای این سفر مجموعاً 78 طرح و پروژه مد نظر ما هست با 1466 میلیارد تومان انشاءالله برای سالهای پیش رو. این هم یه نمونه شماتیک از وعده های شیخ فری. اینجاست که صدای مهرهای خودشم در میاد و اینجوری جلز و ولز میکنن. رئیس جمهور باید قدرت رو خلق بکنه برای خودش. برای همینی که من میگم روحانی بیا حرف بزن، نترس، بیا حرف بزن. ببین قدرت رو باید ایجاد بکنی برای خودت. نمیکنه. قدرت و ارزه نداره برای خودش قدرت ایجاد بکنه. یعنی دیگه خودشون هم فهمیدن که نظام در حال ضرب فنی شدنه و هیچ کس تو این نظام ارزه هیچ کاری رو نداره. یکی دیگه از کشفیات جدید مهره‌های نظام تو این روزها اینه که تازه فهمیدن همشون دیوونن، منتها تفاوتشون تو زبانبندی این دیوونگیه. آقای رئیس جمهور اومد تو مجلس گفت دیگه امروز مذاکره با آمریکا عین دیوانگی است. تو مجلس اعلام کرد علنی. خب ما 5 سال پیش اینو دیوانگی میدونستیم، شما 5 سال بعد فهمیدید دیوانگی است. بله دیگه، وقتی بفهمی آب میوه برجام در واقع جام زهر بوده نتیجهش همین میشه. این حجت الاسلام تروریست هم اومده به پاسدارای درمونده روحیه بده. بعد ببینید چطوری همه تروریستای دنیا رو وصل میکنه به خودش و امامش. یمنی ها بسیار ارزشمند کارشون، ولی از کی یاد گرفتن؟ از شهدای شما یاد گرفتن. شما جلو شدن. حزب الله لبنان از کجا شروع میکرد؟ اصلا نمیتونستن. ویژگی شما ملت، عظمت کشور شما به گونه ای هست که وقتی موضعتون را تغییر میدهید از نظر استراتژیک باید جهان تغییر کند. البته خودشون هم میدونن که این روزا دیگه سنبه پرزور شده و دوران این شاخ و شونه کشیدن ها گذشته. یکی نیست بگه این هارت و پورتاتون رو باور کنیم یا این کاسه گدایی به دست گرفتناتون رو. صالحی مثال هم زد و با اشاره ضمنی به کاهش ارزش ریال گفت مثلا حقوق خودش تا 1 سال پیش به عنوان استاد دانشگاه حدود $3000 در ماه بوده، اما الان به $700 رسید. رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه دیگه‌ای هم تاکید کرد صبر ایران در برابر کند عمل کردن اروپا به تعهداتش رو به پایانه. بله دیگه، از وقتی سایت های هسته‌ای سیمانکاری شدن دکون رئیس سازمان انرژی هسته‌ای نظام هم تخته شد. حالا این شما و این چهره جدید از سید علی وافور، یعنی همه کارا رو بهش نسبت داده بودن الا لیدری اعتراضات که از اونم پرده برداری شد. مثلا به گرانی
به بیکاری، به این که تورم یا رکود وجود داره، به واردات بی‌رویه کالاها و تعطیلی بسیاری کارگاه‌ها. خب در رأس معترضین هم بگم کی هست؟ مقام معظم رهبری در درجه ایشون اول معترض به این وضعیت هست. این چه عظماییه که هم نفر اول معترضانه، هم نقطه خارج از قانون. ببینید با چه افتخاری از نقش فراقانونی خودش میگه. مسئول اون مدیر چکار کنه برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه میفتن که بالاخره ولی فقیه اجازه بده. میان از ما سوال میکنن، ما مواردی رو، بنده که نمیشناسم هم اینایی که میان سوال میکنن، مگر بعضی معدودشون رو ممکنه 2 نفر 3 نفرشون رو بشناسیم، معدودی از اونها رو میشناسیم. اونا هم که نمیشناسیم اگر به اون مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم. این موقعیت فراقانونی عظما آدم رو یاد این کلیپ میندازه. حالا که عظما وسط بحران‌ها گیر کرده، این پاسدار سلیمانی میخواد اینجوری به بقیه دلداری بده و بگه این بارم از بحران‌ها بیرون میایم. این که عرض میکنم همه این برون رفت‌ها و موفقیت‌ها در دل بحران‌ها مدیون مقام معظم رهبری است. این امری است که من با بن دندانم، با همه وجودم حس کردم. این هم نحوه مدیریت عظما برای برون رفت از بحران‌ها. حجت الاسلام ظاهراً یه شب رفته اون دنیا و برگشته، بعد خاطره شب اول قبر رو داره برای بقیه تعریف میکنه. همین که میذارن تو خانه قبر یک حیوان کریه المنظر و بدبویی مثل یک سگ سیاه میاد کنار تو قبر میشینه، میپرسی تو کی هستی؟ میگه همون اخلاق گند تویم. حساب کتابه دیگه. مشنگای نظامم در مجلس همچنان با جدیت مشغول کارن و شعر و ور میگن. دست تو یک ایل به تنگ آمدند، هم آدم و جبریل به تنگ آمدند، من هیچ ولی برادرم لاهوتی از دست تو چرچیل به تنگ آمدند. ای کاش فقط شعر فارسی میخوندم. کار به جایی رسیده که پای شعر چینی هم به تیویریش باز شده. 找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，你们是我的好朋友。找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，你们是我的好朋友。 اینطور که پیداست کلن موضوع شعر و ترانه و این حرفات توی نظام خیلی بیخدار شده، چون صدای تیویریش رو هم در آورده. بعضی از این ترانه ها رو میشنوم واقعا باور نمی کنم، میرم متنش رو نگاه میکنم. به عنوان مثال 2 هنرمندمون آقای آرش و مسیح تیتراژ یک سریال رو خوندن، از این قرار مطلعش: نالوتی گذاشتی پا رو چی، دنبال چی بودی تو رابطمون با موچین. نمونه بعدی هوروشبند میخونن که دلم و دزدیدی به کی پوز میدی. یه نمونه دیگه خدمتتون عرض بکنم، جناب شهاب مظفری میخونن که کجای ترانه خیلی طولانیه واقعا: لااقل بهتر از 2 نفر آخری، تو نفر آخری دل برجان. این هم یه نمونه. یه نمونه دیگه جناب محسن ابراهیم زاده میخونن که دونه 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 یه ستاره تو آسمونه. یا یه نمونه دیگه خدمتتون عرض بکنم، آقای مهرداد یکتا میخونن که بیا دست به دست هم داده و دیوار بسازیم. قاعدتا دست به دست هم میدن پل میسازن، دیوار نمیشه دست به دست. اینها فقط چند نمونه است از وضعی که ترانه و متن ترانه های امروز تو بازار شعر و موسیقی داره.
حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به وضعیت بهداشت و درمان در نظام بزنیم. این شما و این وضعیت بیماران در یکی از بیمارستان‌های ایران. البته سوتی‌های تیوی ریش هم ادامه داره و هر بار یه چشمه جدید رو میکنن. فکر می‌کنم زیبایی این اتفاق اینجاست که در مکانی این چنین از سراسر دنیا آزاداندیشان این امکان رو دارن که آثار خودشون رو ارائه بدن. گفتگویی داشتیم در این زمینه با جناب آقای شیردل که از داوران و یکی از بخش‌های این جشنواره هستن. فکر می‌کنم با توجه به اینکه زمان دیگه نداریم بیش از این، میشه به عنوان جمع‌بندی در چند ثانیه نکته‌ای رو به ما بگید تا بعد خداحافظی. من تشکر می‌کنم از جناب عالی و همه بله بزرگانی که زحمت تهیه این برنامه رو کشیدن. خیلی متشکرم. فکر می‌کنم ما تقریبا زمانمون به اتمام رسیده. خیلی متشکرم. زنده باشید. خیلی ممنونم از شما و خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که ما رو نگاه کردید. از حضورتون خداحافظی می‌کنم. در پایان با یه جوون دستفروش هموطن همراه میشیم که برای فروش دستمالهاش ایده جدید رو به کار برده و هر بار با یه ترانه و یه ملودی دستمالهاش رو تبلیغ میکنه. دستمالای خوبی دارم، بیا کنارم، وقتی رد میشم بخر از پیشم، خسته نمیشم نگو که نمیشه، وای حال من بد میشه. دستمال بخر حال من بده، عذابم نده، اگه بشه دیر من میشم دلگیر، بیا زود بگیر نگو که نخواستی، وای منو دوست نداشتی.